خب فکر میکنم که بعد از چند لحظه دوستا پیوست میشن و این اقدامی که عزیزا راه اندازی کردن بعد از 4 خیلی تنها نمیگذارن. در هر گوشه دوشنبه وقتی خوراک شام اما پی خوراک من در یک محله هستم که گوشه شهر است، ولی فکر میکنم که تنها نمیگذاریم ما را. تازه 1 نفر 2 نفر پیوست شد و من بسیار خوش میکنم که بعد از 4 دقیقه دیگر در هر گوشه دنیا که هستین با این اقدام خیرخواهانه‌ای که برادرای عزیز ما در گروه‌های زیاد پیشنهاد کردن، کفکوبی به خاطر عرض احترام به طبیبایی که جانشون نثار کردیستن برای ما، برای نزدیکای ما. بعد از 4 دقیقه دیگر، بعد از 3 دقیقه دیگر من بسیار خوش میکنم عزیزایی که 11 نفر 12 نفر که پیوست شد حتما بعد از 3 دقیقه دیگر بسیار خوش میکنم لطفاً در صحیفه های خودتون پخش مستقیم کنین و از دالان یا از ایوان یا از حولی های خانه زمینیتون به خاطر عرض احترامی عزیزایی که در وقت شام در بیمارخانه ها تلاش کرده هستن کف بکوبیم. ما علاکه فقط در صفحه من علاکه ما 19 نفریم و من فکر میکنم که عزیزهای دیگرم در صفحه های دیگر حتما پای این ایده برای عملی کردن این ایده تلاش میکنن، چون اقدام اولین است، روز اولین است. تصمیم از گروه کووید 19 و اخبار برای افکار و تاجیکستانی ما دوشنبه از دیگر گروه ها این اقدام با منم در صفحه پیشنهاد کردم و من فکر میکنم که قدم اول گذاشتن در همه حالت، در همه شرایط، در همه وضعیت خیلی سخت است و البته چون این اقدام های تو امروز در تاجیکستان راه اندازی نشد، دارم شاید به خاطر برای بچه‌ها عجیب و غیر معمولی تو حتی برای خودی من هم که من ولی حیرانم که در این گوشه دوشنبه نزدیک فرودگاه هست اگر در روز یک هواپیما میاد من خرسند میشم. ماهای پیش من دیوانه شده بودم از صداهای هواپیما، جدی میگم. حتی در روز تریزورا پلاستیکی میبستیم ولی صدا میومد. ولی این شب روز اگر یک هواپیما میاد تعجیلی میدویم نزدیک تریزا ببینیم که هواپیما کجا آمد و کی را آورده باشد و این چیزا. و 2 دقیقه دیگر است. من باور دارم که افشین عزیز، داریوش عزیز، استادی عزیز، مهین دوران از خطا نکنم اینجا، که امید جان، شرف، انس تنها نمیگذاریم بچه. من میدونم که روزهای اول خیلی شماری کم کف میکوبیم، حتی شاید 20 نفر 30 نفر شاید 100 نفر، ولی من باور دارم که این اقدام استادای عزیز که ایده را راه اندازی کردن، استاد اسفندیار و استاد داریوش اینا، روزهای بعد این ایده را همه روزه جاری کنن بهتر میشد، چون همه روزه که شد برای مردم یک انعنه میشد. همگی 3 دقیقه 1 دقیقه زیاد نه. خب سلامت باشید آقای داریوش، برای شما درود، شما در امان باشین و دورت لحظه به لحظه ثانیه نزدیک میشد. میبینیم که من باور دارم که من در این گوشه دوشنبه خودم تنهایم، ولی من فکر میکنم که این اقدام اگر همه روز راه اندازی شود ما من بعد تنهاییمون احساس نمیکنیم. شما لطفاً از این 30 نفری که هست اقلا با اون صورت اینترنتی که ما داریم در تاجیکستان اقلا 10 نفرش به طور مستقیم در صحیفه خودش این کار خیر انجام بده. من فکرم خودنمایی نیست، رمز احترام است. بله آواز پست است به خاطر که نماز شام است و مردم گفتیم بی‌ضابطه نشن. بله خب خب چند نفر اینجا آماده است با حضور شما؟ علاکه 20:00 است. من آماده هم که 30 ثانیه به عرض احترام اون طبیبایی که همین حالا در بیمارخانه های کشور و در بیمارخانه های دنیا عذاب کشیده شدن کف کوبم. بله خب من باور دارم که شما برای من بعد این کار خیر انجام میدید و این اقدام عجیب میشد برای همه عزیزایی که روزهای بعد در فیسبوک فعال میشن. بله اقلا 30 ثانیه. شما می‌بینید که در این گوشه شهر این صدا من تکرار میشه، عکس صدا میشه، یعنی هیچ کسی نیست، ولی من فکر میکنم که برای روزهای بعد این اقدام
омадӣ мешавад ва ҳамагӣ ин кори хайра анҷом метиҳанд. бибинед акси садомеда ҳеҷ кас нест. ман бовар дорам ки пагоҳу пасфардои дигар ин мардум зиёд мешаванд ва мо табибои азиза танҳо намегузорем. ва хуб аллакай дар мо 21 дақиқа шуд, яке мегӯям 20:00 буд. ман фикр мекунам дар дигар гӯшаҳои дунё шумо ин кафкубира мезанед, дар ҳар гӯшаи Тоҷикистон ҳастем ба хотири азизо. худатон эҳтиёт кунед. несбод кароно, зинда бод сулҳ, субот, оромиш дар рӯи дунё. ман бисёр хоҳиш мекунам масъулои ин иқдом рӯзҳои баъд ин идеяра ҳамарӯза роҳандозӣ кунед. ҳамарӯза мо аллакай каф гуфтем.